مهاجرت غیر قانونی از بلاروس به لیتوا به حدی بی‌سابقه رسیده است. تنها روز 1 آگوست مقامات لیتوا در نزد مرز 289 مهاجر را دستگیر کردند. اکثریتشان از عراقند. یکی از آنها شاهد 20 سال است که از یک کشور اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده است. او را در شهر رودنیکای دستگیر کردند ولی حق ترک اردوگاه را دارد، مثلا برای مغازه روی. عراق جای خوب نیست. من به آلمان رفتن میخواهم. مقامات لیتوا در سال 2021 تقریباً 4000 مهاجر را دستگیر کردند که از بلاروس آمدند. سال 2020 فقط 81 نفر دستگیر شده است. پاسبان‌ها میگویند حالا مهاجران در روز روشن از سرحد میگذرند. مقامات لیتوا و اتحادیه اروپا میگویند که بلاروس برقصدانه مهاجران کشورهای دیگر را به اینجا راه میدهد. با گفته آنها این کار پاسخ بلاروس به تحریم‌هایی است که اتحادیه اروپا به سبب سرکوب‌های سیاسی و نقض حقوق از ضد مینسک اعمال کرد. اجازه دهید همچنین بگویم که این اغوای رژیم لوکاشنکو است. این کاملا غیر قابل قبول است. ما باید واضح بگوییم ورودی آزاد به قلمرو اتحادیه اروپا ممکن نیست. لیتوا، اتحادیه اروپا و کشورهای شنگن وظیفه دارند که پیش راهی ورودی به اجازه به حوزه شنگن را بگیرند. برای همین حالا بسیار مهم است که ما یکجا همچون اتحادیه اروپا همراه با لیتوا مرز مشترک خود با بلاروس را محافظت کنیم. در این سمت همچنین کاری بیشتری باید انجام داد. این مناطق مرزی به اردوگاه‌های ایلاوگی برای جای دادن تمام مهاجران احتیاج دارند. در رودنیکای برای 800 نفر اردوگاه ساختند که باعث ناراضگی مردم شد. مردم در شعارهایشان نوشتند که نمیخواهند مهاجران به زادگاهشان بیایند. ما خود را امن احساس نمی کنیم. اردوگاه دیواری درست ندارد. هر وقت می توانند بیرون آیند. آنها آدمانی ترسناکی هستند. خود می نمایند، بسیار می خندند. ولی اگر بیرون آیند چی می شود؟ گروهی از مهاجران روز 2 آگوست به نشان اعتراض از شرایط اردوگاه رودنیکای آشوب برداشتند. برای فرونشاندن آشوب و مانع شدن به فرار مهاجران نیروهای ایلاوگی پلیس آمد. لیتوا از اتحادیه اروپا برای پیشگیری از سر زدن بحران مهاجرت کمک خواسته است. مرزبانان ایلاوگی از گروه مشترک مرزبانی اتحادیه اروپا هم آمدند. مقامات گفتند که در مرز باید دیوار کشیده شود و برای آن 100 میلیون یورو ضرور است. روز 3 آگوست لیتوا اجازه داد برای بازگردانیدن مهاجران از مرز از نیرو هم استفاده شود.